shunaqa dunyo ekanda. Samandar Qo'qonovi 72 ساله 24 سال عمرش را پشت پنجره ها گذرانده است. سمندر قوقانوف میگوید تعقیب و اذیت او از زمان از صف حزب کمونیست خارج شدنش آغاز شده است. آن زمان در زمان شوروی از کارت حزبی دست کشیدنم در کارخانه ما یک واهمه شده بود. حتی روزنامه پراودا در این باره پدری سرابان نام مطلبی نوشته بود. قوقانوف که حزب قدرتمند را نمایشکارانه ترک کرده بود، وکیل نخستین پارلمان ازبکستان شد. رهبریت کارخانه کارکرد نفت چناز را به عهده گرفت. اما این وضع دیر دوام نکرد. در ماه ایول سال 1993 قوقانوف به اتهام طلب و تراج کردن مال ملک دولت محکوم به حبس شد. تحلیلگران ازبکستان دلیل مورد غضب کریموف قرار گرفتن قوقانوف را به پیوستن او به مخالفان دموکرات در دهه 80 مربوط می دانند. قوقانوف در مدت 1.5 سال در تحخانه خدمات امنیت ملی نگهداری شده و سپس دادگاه او را به مدت 20 سال روانه زندان کرد. من سالهای دراز در اتاق یک نفره حبسخانه به سر بردم. 10 روز در احاطه کلتکلاس ها، تارتنک ها و کلموش ها در اتاق مرگ بودم. اتاقی که هیچ کس در آنجا نگهداری نشده است. پس از 10 روز مرا بیرون آوردند. پس از 20 سال مدت جزا به 3 سال دیگر تمدید شد. فکر می کردم که اگر کریموف از کار نرود یا نمرد، من هیچگاه به آزادی نمی بایم. در زندان 24 سال عمرم گذشت، لیکن هر روز آزادی را انتظاری می کشیدم. در مدت 24 سال امیدوار بودم که امروز یا فردا آزاد می شوم. در مدت محکومیتش طلب‌های سازمان‌های بین‌المللی برای آزادی قوقانوف قطع نشد. برای آزادی او یک شرط گذاشتند: به پرزیدنت نامه عذرخواهی نوشتند، اما او هیچگاه عذرخواهی نکرد. سردارها هم گفتند که برای عفو به کریموف نامه نویسم. من گفتم که جنایتکار نیستم که عذرخواهی کنم. حتی پسرانم پدر عذرخواهی کنید گفتند. من قبول نکردم. به فرزندانم اگر برای عذرخواهی پایفشاری کنید دیگر نزدم نآید گفتم. در زندان قوقانوف توجهش را برای حفظ سلامتیش متمرکز کرد. یک نفر همراهم در زندان که تیبت را آموخته بود به من راههای سلامت ماندن را یاد داد. حالا سلامتیم از 30 سالگیم بهتر است. همزمان با مشغول شدن به یوگا، او با صبر و امید آزادی زیست. پروردگار ما را آفرید، صاحب زن و فرزند کرد، مال و دولت و منصب داد. به خود گفتم که برای همین مشکلات ناچیز باید فیغان کنم. بالاخره پس از 2 ماه فوت کریموف، قوقانوف از محبس آزاد شد. آدمی که برایم خطر ایجاد میکرد مرد. حالا من برای این رهبر خوف ندارم، وی هم برای من خوف ندارد. با پرزیدنت نومان تشکر که مرا با آزادی برآورد. امروز قوقانوف برای ریابیلیتاسیون یا سفیدکنی خود تلاش نمی کند. او دیگرگونی را انتظار است. من دیگرگونی ها را انتظارم، زیرا حالا بسیاری از زندانیان سیاسی سفید شدند. من هم همین لحظه را انتظارم.